تو رو یک بار کشتم باز برگشتی این دفعه کشته جسدت رو سوزانده به دریای گنگ میپرتایم دیگر آمده نمیتوانی از برای خدا مرا نکشیده نه نرو رهایم کن زهرا ماما کس از قفای ما بی اکا مکان سخرا در همین جاست من این سخرات را پرانید چی گپ شد؟ سردار канони девона боз ба макони мо ҳамла кард. کنون رفتیم کارش رو تمام کنیم این رو بعدا میکشیم تو همین جای ایستی کنونی دیوانه اینجا بودن این کلتکل از رو چی فهمی؟ با کلتکیل ستان سر را گرم کرده تکلات کجا شد؟ همینجا بود اکا رفته او رو دستگیر کنید رفته тоқи охири амборро аз назар нагузарондед. انیق آنجاست دیگر کجا می رود؟ خطا نکنید با دقت باشید این آدم کجا شد؟ خواهد زنکا؟ به خدا زند رفته
کلاس را از دست ندید. زیا سردار کلتا کلاس کنید. خدا لعنت کند. سردار پلیس ها آمده. جمع شوید برویم. میگوریزم دستگیر کنید این سگها را. جمع شوید میروید. از پاسشون روید. دوید گفتم. رها کن مرا. دستت رو گیر. سرده مرا. اکا این دختر از انبار یافتیم. ابله تو چه کار کرده شده ها؟ چی میزنی اکا؟ با طرف ایزن سلاح میبردارن مگر خانم میلیس بخشش میپرسم. احمد کجاست؟ با او چی کردی؟ احمد گفتی؟ احمد کیست؟ بچه احمد او هسته ها؟ ملیس تو به من دروغ گفتی ها؟ از پشت تو شده زیا را از دست دادن. جناب کنان خانم زهرا جناب کنان زیا را دیدید؟ زیا گفتید؟ کدام زیا؟ شما حاضر درباره خدا رحمتی زیا گفته ایستاده اید؟ زیا زنده است. چی میگویید؟ هیچ کس از جاش نجومد. دستو به بالا. نمیت آمد. همین نمیرسید. تو از کجا بار آمدی چار چشمه؟ خانم ملیس، خانم زورو، کنانی دیوونه، نمکی به نمک، شرفی به شرف. لوید؟ بله منم. اما مردک شما دایجا چی کار میکنید؟ احمد خوب هستی؟ این کار ساخته از کجا پیدا شد؟ منم میدونم. خوبم ولی بسرم چه هایی که نه. از دستی آنها رها یافتی؟ رها یافتم. تو از کجا میدونی؟ تو را دستگیر کردن من دیدم. دیدی؟ خدایا چه خیلی؟ احمد اینها رو یک طرف مان. در کجایی؟ خوب هستی؟ به تشویش جایم امن است. به شرف ها تلفنم را گرفتن. از تکسفان زنگ زده ایستادم. حاضر به پلیس رفته شکایت میکنم. احمد به شعبه پلیس نرو. احمد تمام بعدم به تو زنگ میزنم. تو بازدی. خانم ملیس، خانم زورو، اینجا بسیار خطرناک است. بیاید من شما رو به خانه‌تان میبرم. ای دست این نمکی به نمکی کنعان دیوانه هر کار میاد. رفتیم. بیا. ملیس ما کی را گفتیسم رفتیم. سیلات بجا کن نمیگ. اگر یک بار دیگر من در اینجا شما رو بینم بچه بچه بردن چونان میزنم که یگان جای آباد تا نمیمانم. فهمیدی کنعانی به عقل. او این چی خیل ترسی گپ زنیست ها؟ او چی خیل گپ میزنن؟ او با اینها گپ زدن رو نمی آموزانند. ای خیالت ها برای رفتیم. بیا نسبت سقراط بی‌شرف شکایت کنم از او خلاص شوم. اصلا نسبت کلتا کلاس شکایت کردن در کلیک او مرده است. مرده بلا را به سر من گذاشته رفته است. سلام جناب پلیس. علیکم سلام. یک شکایت داشتم. بگویید. میلیس تو در آن انبار چیکار داشتی؟ بگو. ای بابا جان چند بار به شما گویم برای واخوری با احمد رفته بودم. راهم را گم کردم. صدای سلاح رو شنیده در حال به پلیس زنگ زده بودم. دروغ میگوید بابا. با احمد نیو بازی ها میخورده است. اما سقراط زیا را از دست داد. اهمیت نده ملیس جان. از رشک زیاد این خیل میکنم. البته که تو جوانی زیبا رو یافته ای. از حسد دیلش تپ زده ایستاده است. این باشد حالو هم از پشت شوهر مرده اش است. خاموش کلین. خاموش. دمت را گیر. ملیس آخرین بار میپرسم در آن انبار چی کار میکردی؟ بابا جان کافیست اکنون. من بسیار خسته شدم. از زهرا و گپ‌های دروغی بافته او خسته شدم. خواب دارم. من خواب میکنم. شب بخیر. خوابای شیرین. خوابا این دیست که عزیزم گریز. حتما زیا رو میابم. باورم نمیآیده. حالو هم زیا میگوید. زیا گفتی؟ بله.
акай унал ҳам омад ҳама дигар мешавад. вазиё гуфт язна зуҳро сардорам мебахшед ака унал шумо дар инҷо чикор мекунед? хоҳиш мекунам зудтар ҷарават ки ҳаме бобу акнам снайперша мегирад тарафи ягон тир холӣ мекунад ягон воқеда гирифтор мешавад. اونالро من دعوت کردم. چی گفتید؟ خوش آمدی اونال. خوش باشید جناب اکرم. مرحبا چی؟ تشکر زیاد. بخدا شما اشتی کرده مبارک شود. اکرم در خوش آمدی خانه بابا اکرم خانه خسرت خوش آمد. مانده نباشید. تشکر زیاد. شکایتمون رو کردیم. آماده شدم. تمام. تنها مهری دستم رو باید تازه کنم. اونال مسئله کالتا کلاس چی شد؟ تو هم بعضن او رو هر جا میبینی میگویند. به فکرت احتمال است که کالتا کلاس زنده است. جناب اکرم شوخی کرده ایستادید. کالتا کلاس مرد. از این 1 سال گذشت. این رو شما هم خوب میدانید. این گپا رو تو گفته ایستاده؟ البته من. یعنی این خیلی نمیشود. شما فکر میکنید که او زنده است؟ جناب اکرم من یک دختر خوب رو میشناسم. باید با او واخوره. یزنا جان لطفاً زیو رو از دست سخرو نجات دهید لطفاً. زهرا از برای خدا این خیل نکن. این خیل نگو. کالتا کلاس مرد دخترم. سخرات او رو چه خیل دستگیر میکنن؟ یزنا نمرده است زنده است. میلیس او رو از ما پنهان کرده است. زهرا جان جانم بین پیشتر با بابایت هم گفتم یک دختری خوب رو میشناسم. نزدش رفت حتی با بابایت یک جای روید. چه خیلی دختری یزنا؟ پسیخولوگ. اونا رو سوز میکنم. گناهی من این است که مثل تو بر این را به نزدم جرزده صحبت کردم. زود از خانه برا. جناب اکرم من زاری خانه شما نیستم. مرا شما جغ زدید. من اومدم خوب میروم اما حتما نزد دختری که گفتم روید. بینید من نجات یافتم خوب شدم و از این خیالات بافته کالتا کلاس خلاص شدم. حالا هم گپ میزند. زود از خانه رو. زود باش. تمام گرفته بر این را. اکرم التماس بیایم اینجا بریم. سرمون در بالون نمونیم. فکر خودتون نکنید. فکر منم کنید. ما با نزدیکی تو داره حالا هم گپ زده ایستادن. دف شوید روید. از خانه هم زود روید. خوب شوید. عصبی نشوید. بابا جان تمام. بابا جان آروم باشه. جان من لطفاً بیایید. جانکی من تمام. رفتن خوب هستید؟ آکا رسم زیبا داشته. چرا او رو تازه کنید؟ چه زیبا. یک مهری عادی است. تازه کنید رود. تمام. پس برای چی کشیدی اکا؟ از کجا میدونم؟ میدونستم میکشیدم مگر. با جایش چه خیلی رسم کشم اکا؟ چیر، پلنگ، روباه، گرگ. تو چه ها میگویم برادر؟ با آبرو و وضعیت ما این خیلی چیزها نمیزیبد. اکا شما چیکاره هستید؟ استاد دین و اخلاق هستم. این خیلی باشه چرا رسم کشیدید؟ گناه نیست مگر؟ برادر این برای من گناه است و برای تو نه؟ باز از این کار پول کار میکنی. گپ رو کم کن و تازه کن. تمام. مایل شکر. خیریتی. از این مهر هم خلاص شدم. این زاغ سیاه دامورازیا به خیر است. از همه بعد کالتا کلاسش بود. با آن دیوار چه خیلی میستی کالتا کلاس برامدم ها؟ از راستی کالتا کلاس هم؟ نی من استادم. آشخونه چی هم مرا کالتا کلاس گفته داد زد؟ به خدا کمی هوش بر سرم داشتم آن رو هم از سرم گرفتم. والله گرفتن بالله گرفتن. یا خدایا من چیکار کنم من؟ انشالله دستگیر نکردن احمد رو. این روز چه روز بودن؟ احمد برای چی نامزدی من رو آغوش کرده ای؟ کدام نامزدن؟ شما کی هستید؟
کردید پس یگان چیزی مهم است از اون آدمی که شما سپارش دادید ما معلومات پیدا کردیم. نه چی بود است بالای جان مردم شاگردی زها سقراط از پس او بوده است. سقراط بله. سقراط شما کی هستید؟ این خیلی نکن برادر. میو نمیشناسی؟ یک بار به خونه‌ات اومدیم. گرچند بیخبر اومدیم. зафар накунад ки моро ба ҷои нодурустӣ оварда бошӣ. نه عزیزم، این از قشلاقمون است. احمد است. کمی شوخی کرده ایستاده است. خیلی شوخی ها؟ از کدام قشلاق من؟ نمیدونم از کدام قشلاق. دیدی عزیزم، از کدام قشلاق بودنش رو از ما میپرسد. با تو نگفته بودم که شوخی میکنن. چه خیلی شوخی برادر، چه خیلی شوخی میکنم. شما با این خانه چه خیلی در آمدید؟ با کلید؟ چی؟ با کلید؟ البته با کلید. با چی میشد دیگه؟ و تو چی شده؟ خوب هستی؟ احمد چرا چونی نگاه داری؟ و خودت به من کلید دادی گفتی که کی خواهی بیو؟ من دادم کلید رو؟ دوست باشدی شاید هم قشلاقی هم باشد. شاید حافظه‌ام رو از دست داده این خونکور را در یاد ندارم. همشهری تو خوب هستی؟ تو منو نشناختی؟ یک جای کلان شدیم آخر؟ بچه گمش کن. نه چی نه؟ البته که نیست شب به خانه در آمدم حیران شدم شما رو دیده هوشم پریشان شد. از برای خدا ببخشید مرا معذرت میخواهم. خیر خوش آمدید نمیگویی؟ خوش آمدید. در نزد ینگت مرا شرمنده کردی. ینگ بخشش میپرسم. از راستی من حیران شدم در نصف شب شما را دیدم پریشان شدم. ҳеҷ гап не ҳамаш хуб аст. استغفرالله. آدمی که سقراط از دست داده است با کلتکیلاس چه رابطه‌ای دارد سقراط هم از پسی کلتکیلاس بوده است. خیر اویله گلسون او رو به من ندادن. من او رو دزدیدم. گلسوم؟ نصیب باشد میگیرمش. از قشلاقی بالا دزدیدم. یک لحظه من نفهمیدم. تو گلسوم رو چه خیلی دزدیدم. اکهایش از پس هم بودن. در قشلاق مونده نتوانستیم. به اینجا آمدیم. خدا زده اکهایش به اینجا آیند چیکار میکنی؟ نترس نمی آیند. تا اونها آمده میرسند که ما رفته به قشلاقمون میرسیم. مجبورند که تکلیف ما را قبول کنند. خیر پگاه سحر باز با پورگی میفهمونم. ما رفته خواب رویم. رفتیم جون. شب بخیر. شب بخیر. امشب در جای خوابی تو ما خواب میکنیم. نادرست نفهمی ها؟ تو نیکو نکنیم به خدا که نمیرسیم. چرا نادرست میفهمم؟ وقتی که آمدم یک جای خواب بود. نه اما تو ما رو نادرست فهمیدی. در بینمون بالشت بود کو؟ به من چی که بالشت بود نبود. ما رو یک سو گذار. تو میجگان رو چیکار کردی؟ میجگان؟ تو از کجا میدونی میجگان رو؟ خیلی از کجا میدونم. همگیری هم میکردی. میجگان گفته. چیکار کردی؟ نفهمی شد؟ خیر اینها رو پگاه گپ میزنیم. شب بخیر. خوابی خوش به تو. خدای توبه. خدای توبه. اینها درست میگویند. هم قشلاقی هایم هستن چی؟ اما چی خیر؟ هم قشلاقی داشتن باز. کلتکیلاس نبودم. این آدم ها ما را میشناختند. گم شود کلتکیلاس. خدای توبه. ولی من چه خیلی به بالای اون دیوار برآمدم ها؟ نه برای با دیوار برآمدن کلتکیلاس بودن لازم. احمد شمشک هم میتواند. احمد شمشک هم یک لحظه ایست برادر. اگر دیوار رو من برآمده باشم از اون درخت خودکک چه افتادم خدایا هیچ چیز رو نمیفهمم. اکاونال به عقل خودک فروش گفت که خودک دو ساسیسکا داره. یک ساسیسکا ایبانش دو تا کرده است. لوین اون آدمی که از سقراط گریخته است دستگیر کردین؟ نه سردارم او را نیافتیم. او مرا یافت. از دست سقراط نجات افتاد. در به امنیت رفته شکایت کرد. نه البته استاد دین و اخلاق بوده است. احمد شمشک. من باید به مکتب رفته با خروج گذارونم. پسرم سقراط با استاد دین و اخلاق چی کار داره؟
با خدا من هم حیرانم سردار. امروز با خدا همش را میفهمم. ما رو هم خبر کن. دویم سازشگاه یافتم. کدام سازشگاه؟ دویم سازشگاه گمشدگی را. روی دیوانه تو؟ همین سازشگاه توجیکی هم با مزه بده است نه؟ البته. ای خدا جان کاش که او را دستگیر نکرده باشند. لبای خوشوچه؟ وای من وای را دیدن میخواستم. این کی است عشقم؟ اگر به نزد احمد آمده باشید حالا اینجا نیست. به خانه نآمده بود؟ نه دیشب آمده بود اما صبح بر وقت برآمد. آمده بوده است. شما با او کی میشوید؟ ما نزدیکانش؟ شما چی؟ وای من رفیقش هستم. تشویش شده بودم. رفیقش؟ بله تلفنم رو جواب نمیدهد. به کجا رفته است نمیدونید؟ نه نمیدونم شاید به مکتب رفته باشه. به مکتب؟ واه چی خیلی به مکتب؟ یعنی وای به کدوم مکتب رفته باشد؟ بابا جون حالا هم به من باور نمیکنید؟ این گپا رو یک سو گذار. بین دوگانه نزدیکت انشالله نامزدی دارد. او را نباید تنها گذاری ها؟ رو خودت را آماده کن. رو دخترم. تمام. میلش. جانی من بابا. جانکم. جانی من. نبیره جانم. من به حجره میروم. میلش. اگر کالتکیلا زنده باشد تو از این خبردار نشده او کشته می شود. دیگر تو را اصلا ناراحت نمی کند. اصلا. به نزد احمد شمشک آمدم. تشکر میلش. دیگر این خیل نمی شود. باید به او بگویم که کالتکیلاس است. سرش در بلا است. باید بداند. من گفته بودم بچه ها دختر یمکی استاد احمد آمد. بله درست اینجا چیکار؟ سلام علیکم مخترک. سلام. سلام. ما شما را در کلوب شبانه در نزد استاد احمد دیده بودیم. این تخمین کنم به نزد استاد احمد آمده همه خیلی نه؟ احمد در حقیقت استاد شما است. بله. بله. احمد شمشک رو میگویم من. البته جانم در این مکتب ما یک استاد احمد است. اون هم باشد استاد دین و اخلاق احمد شمشک. استاد دین گفتید؟ من رسیده مکان. این همان مکتب است که رفیق ظفر در همینجا استاد است. شما با کجا میروید؟ ایستید با کجا میروید؟ بله رفیق کجا تمام شده؟ چیزا شاید میآید. ها تشکری زیاد. ای کودک ها احمد شمشک در کجا است میدانید؟ شما کی هستید؟ چرا او رو جستجو دارید؟ تو خودت کی هستی؟ یک لحظه ایستید. خیلی گپ است. آدمی که شما میکوبید این دختری امکش است. دختری امک؟ یگان مشکلی باشد حل میکنیم. یگان گپ نیست. اینجا بیا. احمد مرا سر دید. گفتم تو سر دید. مرا با کجا میبره؟ آنها را دیگه دو. با پلیس زنگ زده. رقم ماشین را نویسته گیر. کودک شو بسیار دراز است. سرخی بعد. دام اینش خیل است. اولی جناب. نه نمی زیبا. این بسیاری برد لیچ است. یعنی البته زیبا است و
یعنی که پس و پیشش بسیار لیچه یک باران میشه شمال میشه خونکیت میزنه بعد مجبوریم که بعد بریم و دورو بخریم خودت میدونی که اولی که ما کمال یعنی که عزیز دلم خفه نشم ما رفته این کرتا رو بدل کن یا کرتای دیگر ببر کن خیلی نگاه نکن طرفی من این رو پوشم یه دف کیشم سلین یا کرتای اطلسی تاجیکی پوش لوین بسیاری بد گپ زدی به خودو اپا جون گپی را گوش نکردم کرتای اطلسی تاجیکی یک دفعه پوشه تمام نکن معقولم نیستم خیلی کرتای میپوشم خانم زنو ما را گوش کرد من به شما گپ دارم آدمی که سخرات از دست داد ما او را یافتیم زیو رو پیدا کردید؟ زیو گفته نه جونم چه علاقه دارد زیو نه زیو مور بر وقت مور زیو را اگر بخواید به سر قول زیو را و من به شما دیگه چی را گفتنی هستم خانم زنو سخرات به اخلاق استاد دین و اخلاق را دست کرده بوده است و استاد آمده شکایت کرده است و هم رقم هایش آماده است که من به او باید واخورم استاد دین و اخلاق گفتی همین خیر؟ بله من هم ایران شدم به خدا نصیب باشد در تیم موسیقی دوگانه عروس شما بشید پسرم چی شد؟ در کجا بودید؟ بسیار حادثه ناخوش رخ داد. چی شد؟ استاد آدمانی سلاحدار دختر عمک شما را بردن. دختر عمکم؟ کی هست تو؟ استاد دختری که با او در کلب شبانه بودید. کی برد میلیس؟ جناب احمد من به پلیس خبر دادم با این رقم زنگ زدید نامش کمیسر لوینت است تلفن کرده رقمش رو داد که با او زنگ زدید شد استاد رحمت نتوانم بردار میگویم چی صدایی بردار میگویم الو میلیس خوب هستی؟ احمد تو خوب هستی؟ چی را مانده؟ خواهری ما رو زفری به شرف دزدیده آورد آنها را در کجا پنهان کرده ای؟ دروغ نگو همش رو میدانیم زفری بیناموز خواهری ما رو دزدیده به استانبول آورده است همه دهه این رو میداند دختر را رها کنید او علاقه ای نداره رها میکنیم خواهرم را گرفته پس رها میکنیم زود سراغه و مکان خواهرم رو بیده وگرنه دختر عمکت رو میکشیم وقتی زیاد نداری زودتر باش شد سراغه را با پیامک میفرستانم به دختر دست نرسانیم منتظرم ای خاله جان سوزی نغزی خوبم پسرم ولی تو رفیقی نزدیک استاد احمد ظفر نیستی مگر؟ وقتای زیاد بود که نمی نمودی بخیر است کدام شمال ها آورد به اینجا؟ ای خاله جان نپور سرم در بلا است من خانه دور شدم با همسرم یک جای آمدیم یگان موله نمیوید که ما نکاح کند به نکاح وای کار نمی شود آخیر کدام کار نمی شود عجبا؟ وای خاله جان میفهمید آخیر اون کار نمی شود تمام من حاضر رفته ایمان را گرفته می آیم این کار حل می شود انشاءالله شد خدا از شما راضی باشه گلسوم بابا جان میلیس در خانه است؟ نه نیست دخترم در خانه نیست مگر؟ نیست به نزد زیو رفته است دختری من با شوهری ساخته تو چیکار دارده؟ به سر قبرش رفته است مگر؟ در نزدش است ای دختر جانی من در نزدیک دوست داشته قهرمانش است با این بچه هیچ شنا شدن نتوانستیم دعوتش میکردم اما تلفنش خاموش بود اما پروا نکنید من با خوری تشکیل میکنم با قهرمانی حقیقی عائله‌مان شناس خواهید شد
پلیس کجاست؟ در جای بود عدیست. روکوری نکرده ایم. خواهرمون رو بیده، دختر امکت رو بگیر. خانیگابزان، خواهرم در کجاست؟ خواهرتان در داخل است. توبه کردم خدای افت رو ببین. خواهرتان اینجاست. پلیسون، ای طرف بیا. کسی که خواهری مرا میدزدد جانش رو میگیرم. آرام ایستا. آنا با شما. گیرید آنها را. گیرید جنابی پلیس. رفتیم به شعبه با یارو پتو را گیرم. سلامت باشی برادر. تو بازدید. ای دختر رو احتیاط کن. کدام دختر؟ دستانم رو پوشو. احمد، هنگامی که تو رو بردن ترسیدم که دیگر تو رو نمیبینم. دیگر فکر این گپ ها رو نکن. گذاشتم. خوب هستی؟ تو چرا به امنیت رفتی؟ اگر تو رو دستگیر میکردن چی؟ نه جانم، رفته از روی آن سقراط بیشرف شکایت کردم. چرا من رو دستگیر میکردن؟ بیا با داخل درایم. کمی استراحت کن، آرام شو. خوب هستی؟ چرا اینقدر سراسیمه هستید نمیفهمم. بعد از نماز هم این نکاح را بستن ممکن است. نه دوملا، این کار را هرچی زودتر باید حل کنیم. وضعیت دیگر خیلی کاری خیر است دوملا، کاری خیر. میدونم این کاری خیر است. چی سراسیمه اید؟ بعد از نماز هم میشود نکاح کردن. احمد جانم چی شد؟ بسیار تشویش شدم. خوب هستی؟ من خوبم، مشکلی نیست. به همه بگو که تشویش نشوند. میلش؟ شکر خدا. تمام. درس رو نگذاشتیم، اما شما خوب باشه دیگرش مهم نیست. وای، احمد تو در حقیقت استاد هستی؟ چی خیلی یعنی؟ البته استادم. استادی را ساخته می شود. ای نه یعنی تو نمیتوانی استاد شوی. چرا؟ چی خیلی نمیتوانم؟ استاد هستم کن. وای، استاد میبودی به من میگفتی؟ تو نپرسیدی؟ نه غیر امکان است، نمیتوانی. یا خدایا چی خیلی نمیتوانستم. من استادم، 12 سال شد استادم. چی؟ قهوه را بیارم. 12 سال؟ این آدم رو تنها حافظه‌اش از دست نرفته است. خودش رو دیگر آدم فکر میکند. طلبه ها هم او رو استاد گفتن. این 12 سال میگوید. نه نمیشود. من این رو کلتا کلاس بودنش رو باید گویم. سرش در بلاست. احمد، به تو باید یک چیزی مهم رو بگویم. البته گوش میکنم. میخواهی که تو رو دوست میدارم بگوید؟ نه برادر، اون مرا نگاه نمیکند. گپ دیگری دارد. تو رو چرا دزدیدن؟ نپرس. مرا با کلتا کلاس گفتنی شخص مانند میکنند. چه خیلی مانند میکنند؟ چی میدونم؟ نفهمیدم. میگویند که بسیار به او مانند است. مرا مسخره دارد؟ یا در حقیقت کسی دیگری است که مانند کلتا کلاس است؟ این خیل شدنش غیر امکان است. فراموش کردم. با یک کس باید زنگ میزدم.
الو الو جناب لیوند سلام من احمد شمشک از مکتب استاد دین و اخلاق هستم همون معلم های امروز مرا پرسیدید به فکرم سلام علیکم جناب احمد من لوینت هستم کمیسر امنیت اولا من از نام خودم و از نام پدر و مادرم شما رو برای از دست سقراط بیشرف خلاص شدنتون تبریک میکنم شما آن جنایتکار دزد پدر لعنت رو دستگیر کردید؟ حضیرش دنه اما شما رو ما مثل لقمه استفاده میبریم سقراط از پس شما میشود و ما او رو دستگیر میکنیم با شما وا خوردنم لازم کنی ببین کی زنم میزند حاضر نمیشود کمی کار دارم ولی ساعتهای 3-4 میتوانم وا خورم میشود اگه پرابلم نیست بینم بگو من با سیلت مرکه نامزدی دارم مگر وقتی همین است بعدی مرکه ما میخوردیم احسر دارم سقراط برای چی از پس یک معلم دین نگشته است من او را باید دانم کار برای لوین اولین درجه است کار را با احساساتم آمیخته نمیکنم تو در حقیقت دیوانه بودی هم مردک تغم دیوانه شد سلام دخترم رفیقی استاد احمد نغم اینجا باشم این همون امامی که من زیر کردم همون نیست؟ این دختر را در کجای من دیدم اما خدایا و یادم نمیآید در کجا دیده باشم در داخل است باید هرچی زودتر آنها را نگاه کنیم تعجیلی میرس خانم کی آمد؟ امامی که زامبی گفته داد میزند نیست مگر؟ بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان برادر این خیر امکان است دامون چیزی که من میبینم تو هم دیده ایستاده ای؟ دیده ایستادم دیده ایستاده یا زامبی این نگاه نمیشود این زامبی است من این را نگاه نمیکنم این زامبی است دخترم آیله دار نشم من نزدیک نشم تو زامبی هستی و من نزدیک نشم گمشم برویم زامبی خدایا کалтакилас шояд аз дасти суқрот наҷот ёфта бошӣ аммо аз дасти ман наҷот намеёбӣ алло боварӣ доред ӯ аст Robin. Oj. Det är bra, Ravi. Hej. چیز میلیس یک چیز رو پرسیدن میخوام برای مرا با عائلت شناس کردن حاضر نیستی؟ حاضر نیستم اما تو به این هم از عائله ما هستی کو؟ یعنی چی خیر؟ با شاگردانت گفته که دختری عمکم است چی کار کنم؟ گفتن که استاد دین با این دختر زیبا در کوه بیشبانه چی کار میکنند؟ من باشم یعنی دروغ گفته نتوانستم مجبور شدم که چنین گویم تمام وای احمد من میخواهم که با تو با اسب سواری روم پدرم مرا در خوردیم با آنجا بسیار میبرد عجبا با من یک جای میرویم همراهی میکنی البته میروم و یعنی من سر و لباسم رو عوض کردم میایم بعداً با هم میرویم قهوه‌ات رو نوش من حاضر گشته میایم مایلش
Saçlarını tarayıp gerdanını okşayıp ninniler söyleyip dizlerimde uyutsam seni. Sevgilim, kadere aldanmayıp kağıt olup kalem olup mutlulukla bir son bulup en sonuma yazsam seni. Hiçbir şeye değişmem aşkla bakan gözlerini, en son anımda bile söylemeliyim sevdiğimi. Hiçbir şeye değişmem senle geçen günlerimi, en son anımda bile tutmalıyım ellerini. Sevgilim, saçlarını tarayıp gerdanını okşayıp ninniler söyleyip dizlerimde uyutsam seni. Sevgilim, kadere aldanmayıp kağıt olup kalem olup mutlulukla bir son bulup en sonuma yazsam seni. Hiçbir şeye değişmem aşkla bakan gözlerini, en son anımda bile söylemeliyim sevdiğimi. Hiçbir şeye değişmem senle geçen günlerimi, en son anımda bile tutmalıyım ellerini. Hiçbir şeye değişmem aşkla bakan gözlerini, ninniler برای با من آمدنت minnetdor هستم. dizlerimde uyutsam seni. Hiçbir şeye değişmem senle geçen günlerimi, en son anımda bile رفتیم. tutmalıyım ellerini. یک طرف است حیوان. این چه خیلی گبزنی است ها؟ خودت کی هستی؟ اما که خودت رو حرمت کن.
کشتی این کلتکی لاسی حرام شده تو را با دستان خودم به خاک سپاریدم. اگر او زنده باشد با دستان خودم او را زیر خاک میکنم. Адам аз паси калтакилас будааст. Яъне калтакилас зиндааст, ҷаноби акрам. ин суратҳоро пештар дар макони аспсаворӣ гирифтам. ҳамроҳаш як духтар буд. متاسفانه او را گم کردم. اگر او را پیدا کنم با چیکار کنم آقای اکرم؟ مرا خبردار کن. مایلش. ملیس جان، تو خواهی نخواهی امروز من با داماد شونده‌ام وا میخورم. مادر اینجا چیکار میکنید؟ ملیس شیرینم وای خواستم که وای چقدر زیبا مینموی دخترم. تشکر زیاد. خیر. این کی باشد؟ لبای روز بخیر جنابی احمد، من تولین، مادر ملیس. سلام خانم، خوب هستید؟ رحمت، من خوبم. یکی از نزدیکانم نامزدی دارد. خواستم شما اشتراک کنید. با دوست پسری دخترم شناس شدن میخواهم من. البته خانم، من هم با شما شناس شدن میخواهم. میآیم. روز بخیر. همه تان را به حیرت میارم. دامادم را بینید، دامادم را. یا خدا، کارا ببین از شد. نهایت این بگاه با خوش دامنم وا میخوریم. خوبم، خوش رویم، شناس میشویم. بالیوند بود کی بود واخوری داشتم اما نبودش. بعد وا میخوریم. یا چه گپ است؟ اکا یک خبری گوش دارم. مقالی سقراط رو پیدا کردم. از راستی؟ نقص. انشالله خبر درست است. اگر این بار سقراط را پرانده نتوانم هر دوی شما را میپرانم. رفتیم. اکا کانون اگر سمت کی داکسد işler gidiyor çünkü. الو، من به مکانی گفته‌تان آمدم. این خیلی باشه اگه پرابلم آنست درم و سری کوچه سری دستکی یک صحبت نکنه میری. چون که من این دیگه 100% نامزدی دارم. برای من فرقی ندارد. اگر کار داشته باشه دیگه وقتی دیگر هم میتوانیم واخوریم. نه حاضر با میخوریم. تا آمدن رسیدن طریق تلفن قطعا کمتر صحبت کنم. این سقراط بدبخت از شما معلوم میدی چی میخواسته باشه؟ امیر میدونی؟ با خدا من هم نفهمیدم. از من چی میخواسته باشد نفهمیدم.
شما در گذشته با همین سقراط بدبخت داد و گریفت داشتید یا نه؟ تماما، چون که پیشتر یگان بار وان نخورده ایم، نمیشناسم او را. یا خدایا، خیلی که باشه سقراط بدبخت برای چی شما رو دستگیر میکنه؟ یگان معنا ندارد کو؟ من هم همین رو میگویم، از من چی میخواهد نفهمیدم. کارتاکیل است. بله، کارتاکیل است. کارتاکیل است. یک آدم به طرف من سلاح کشید. کارتاکیل است، دوستان نگوره. چرا خاموش کردی؟ چه خیلی پلیس هستی تو؟ باید یاری دهی، نه اینکه تلفن را خاموش کنی. این آدم مرا میپراند. استوب! استوب! من پلیس لده. اگر باور نکنی این حجت پلیسی گوش که قفله با ماشین سو فقط تیز های کن یکی تمرنگم و بلی شرطار بدای های کن انشالله این دیوانه دیر نمی کند. کی اکا؟ لیونتی دیوانه آخیر. سقراطی بیشرف در استانبول در همه جا آدم بود. چند بار گفتم کالتاکیل است، نیستم باور نکرد. یا خدا، وای پلیسش به جای یاری رساندن تلفن رو خاموش کرد. ای خدایا، همون سردانم راست میگفت است. این کالتاکیل زنده است نمرده است. این چه خیلی میشود؟ ای اونالی بیچاره. برای چی ما باید باور نمیکردیم؟ ای پشت همین کالتاکیل است اونال زنش سردار. ای جای کارشان پیشش کردن آرودا. ما باشیم اونالی بیچاره رو باور نکردیم. با وجدان انسانی شما پروا نکنید سردارم. من این کالتاکیل رو دستگیر میکنم و آبروی شما رو دوباره در امنیت برقرار میکنم. مرا لونت میگن. کازا زیرکم ولی شرپار. ثواب بزرگ میگیری. از آن حادثه یگان خبر است؟ کدام حادثه بابا جان؟ آن روز سقراط گفتنی آدم وقتی که یک نفر را کشتنی بود پلیس را خبر دادی نجاتش داده بودن کو؟ چی شد به آن آدم؟ یگان خبر است؟ وای من او رو نمیشناسم بابا جان. مهم نیست. تشویش شدم برای همین پرسیدم. من رفته سیلن رو ببینم. رو البته رو. دقت به همه گروه ها تکرار میکنم. ژیگولی رنگش سرخ به طرف ساحل حرکت میکنه. در سر چنبرک باشد کالتاکیل نشسته است. ما او را تعقیب میکنیم. برای کمک ما یک چند ماشین دیگر را بفرستید. هرچی زودتر. هم مردک تیزتر ایکون گذا بجا. اوه سردارم. من هم را باور نکردم. بیچاره رو با نزد دکتری دیوانه ها بردم. کالتاکیل بیشرفه. دقت باشد و ماشین را خوب میراند. از کالتاکیل دور نشوید. با دقت باشید. با دقت باش برادر. از او دور نشوید. کجا شد این گروه فرستادگی؟ از پشت کالتاکیل بابی اکرم از اونها رو گردان میدونه میره برادر. با فکرم اکرم من نمیشناسم. ولی کار تمام شد بعد خیلی صحبت کنیم. سلین دخترم ای آدم کجا شد؟ میآید مادر جان میآید. او در جای کار است. گوش کن دخترم ما ایتله برای تو آمده. اگر ما میفهمیدیم چونین است تمام هم نمی آمده. مادر جان بس است. ای دیوانه در کجا هستی؟ همه تو رو انتظار است. سردارم شما راست میگویید. کالتاکیل زنده است. بیسرم تو به فاتحه دیر مونده. بی عقل دیوانه. پروا نکنید شما سردارم.
من این کارتکلاس بیشرف رو دستگیر میکنم. چی؟ کار ناتمام شما رو من تمام میکنم. آبرویتون رو از سر اینا برقرار میکنم. چی ها میگوی دیوانه؟ کدام کارتکلاس؟ این سردارم کارتکلاس نمورده است، زنده است. اون الوجدان انسانی بعد چشمم دیدم که کارتکلاس زنده است. یا ژیگولی سرخ خریده پاد پیش ما رفته است. صفتتر نگو بی عقلی دیوانه، بجاشن دیر کردی. بفاتحت دیر کردی، بفاتحت. همه منتظر تو هستند. تو از پشت یک خیال بافته میدوی. دیوانه هستی پسرم؟ بین پدر و مادر سیدن از جشن رفته ایستادند. این را بدان. شما پروا نکنید، من بیشرف رو دستگیر کنه جنایت‌های کردنشو از بینیش میبرم. التباس ما رو ببخش سردارم، من شما رو دیوانه فکر میکردم. الو لوین، بعد زنگ میزنم. لوین وای در راه است، آماده ایستاده است جانم، در راه است. از پشت این بیشرف من سردارم رو دیوانه فکر میکردم. چند بار رو به دیوانه خونه بردم. وای دیوانه نیست، ما دیوانه هستیم. آفرین، پلیس آمد، حاضر از این دیوانه خلاص بود. سقراط سود همه با مششینه تعقیب را ادامه میده. غضب وجود سکنک سرشی همون را در رو که بکن پاس همون ندم. سوار میشم خودت جواب. سلنج شرمندگی است. چرا تا حال داماد نیامده است؟ تمام مادر تمام. یا خدایا. آه لیوینت آه. سلین آروم باش. جنابی احمد سلام، چخیل هستید؟ انتظار شدیم ناومدید؟ در راه بودم، یک کاری تعجیلی برآمد، دیر کردم ولی میآیم. تمام، بسیار خوب، با میلیس منتظریم. خوب. نامزدی به این هم بر هم میخورند، ولی من باشم با داماد شونده هم با میخورم. میلیس بسیار در هیجان هستم. چی شد مادر؟ سورپریز، کمی بعد خواهی دید. چی نقشه دارد؟ پدر جان شما با کجا میروید؟ نامزدی تمام، به دوزخ میروم. باز از من میپرسد.
چهار طرفتان قبله حاضر می آیم نجم از سبب بالا از جایت نجم سخرات اگر از جایت جون بدی 10 ثانیه پیش از عجلت میموری بچه قفا بیز که پا نمیفهمی؟ وقتی گرفتن انتقام دامانا زیار رسید کدام انتقام رو میگویی کنان دیوانه؟ آدمی که زنده است از من انتقامی او رو میگیری؟ تو چی میگویی ها؟ با من سفسته نگو ببین کالتاکیلا زنده است کجا گم شد؟ ای دیوانه در کجا میگردی تو؟ ابله چرا به نامزدی اومدی؟ من کارتاکیلا رو دستگیر کردن نتونستم خرید او را دستگیر میکردم اما بیشرف از دستی ما گریخت تو بیعقلی کدام کالتاکیلا کدام کالتاکیلا سیلن با اویلش رفتن نامزدی تمام سردارم من گفتم که کار برای من اولین درجه است کالتاکیلا را دستگیر میکنم گفتم دستگیر میکنم چی؟ سیلن قهر کرده از اینجا برآمده رفت سیلن جان دیوانه لبای آقای اکرم کالتاکیلاس رو پیدا کردم چی؟ حاضر از پسی او هستم من گوش کن باوری داری که اوست؟ بله باوری دارم تمام ادامه ده من میآیم مرحمت آقای اکرم خودم میرانم بیتل اینجا بیا بیتل باید به تو یک چیز رو بگویم از تو پنهان کردن نمیتوانم اکاد زنده است بیتل چی؟ بیتل بین من مطمئنم در حقیقت زنده است ملیسا رو از ما پنهان کرده است زهرا جان تو چی گفتنت رو خودت میفهمی؟ بیتل جان من اکاد رو دیدم او رو به آغوش کشیدم اما مثل که او مرا تماما نمیشناسد از پیشم رفته چون که او از من خفه است اما باور کو او زنده است ملیسا رو به خاطر من از ما پنهان کرده است زهرا در کجایی؟ چیکار کردی؟ گفتی میبینیم در راه هم برای واخوری نزدتان آمده ایستادم وان نمیخوریم مگر چی؟ به نزد ما آمده ایستاده؟ بله مادرت کمتر پیش زنگ زده بود واخوری آمده ایستادم و تو نگفت مگر نه احمد نیا اینجا التماس چرا چی شده؟ احمد التماس با مکانی که دویم وا میخوردیم به لب ساحل رو من میآیم زودتر میلیس مادرت چی؟ احمد التجا میکنم لطفاً عشقم حیاتم من میآیم زودتر ملیس با کجا میروی؟ آخر احمد میآید ملیس با من عشقم گفت عشقم میگوید ملیس ایست احمد میآید اینجا چی گفت؟ پس من هیچ چیزش رو نمیفهمم در این دنیا تنها تو مرا تسلی میدهی میلیس نباشد چیکار میکردم
کالتکیلا، ساقی سیاه، دامولازیا، احمد شمشیر ماهیتی ندارن هنگامی که تو در برم باشی. تو در برم باشی کافیست میلیس، دیگرش مهم نیست. در کجاست؟ ана калтакилас дар он ҷост оғоя кунам. ناممکن است. оғои акрам, ман чӣ кор кунам? سلاحت را بده. تو را باور کرده به عائله‌ام قبول کردم. در حیاتم مهمترین شخص زهرا که برایم با قدر است به تو امانت دادم. به تو باور کرده بودم ولی تو حیاتم را محو کردی. باوری که به تو داشتیم محو کردی. بین حاضر باشد پیدا شدی. دیگر باره اجازت نمیدیم که مرا رنجانی. هرگز. وقتی که به اینجا می آمدم آدم های سقراط دست پسند. خدا نگهدار باشد. من در حیاتم عموما از هیچ چیز نمی ترسم. ترسیدم که تو را دوباره نمی بینم. میلیس، در این دنیا تنهایم. کسی ندارم. نه گذشته و نه آینده ای دارم. کی بودنم رو من نمیدانم. اما تو نزدم باشی خود رو تنها حس نمی کنم. چی می کنم؟ نمی ترسم. احمد، نزد تو باشم دلم با هیجان می لرزد. نمیدانم چرا، اما در نزد تو نمی ترسم. میلیس، احمد، مرا با تو بودن همیشه خوشم می آید. با تو یک جای راه رفتن، خندیدن و دیگر چیزها زیباست. همینش را فهمیدم که من بی تو بودن نمی توانم. من تو را دوست می دارم. احمد، وقتی که حافظت به جایش آید باز مرا دوست می داشته باشی یا اینکه همش رو فهمیده مرا فراموش کرده به نزد زهرا می روی؟ احمد ها؟ حیف بر تو. احمد گفته مرا با قلتکیلاس شناس میکرده ها؟ آدمی پست. میلیس را هم گرفته است. من میکشم تو را، آدمی پست. دوست می‌دارم. زیا، باز تو
خیل به من روا دیدی زیا. تو خودت کی هستی؟ تو چی؟ تو اینقدر دختری پس بوده ای؟ ایست مرا بین. دختری که من دوست می‌دارم کسی با او شپاتی زده نمیتواند. فهمم؟ دختری که تو دوست می‌داری من هستم. من فهمیدی؟ تو کی هستی؟ کی؟ بسیار دوست می‌دارم. سلام به تمام مردم تاجیکستان و خصوصا به تمام مردم تاجیکستانی که بیرون از تاجیکستان در ملک‌های غربی کار و فعالیت میکنند، خصوصا نفرانی که طریق سامانه اینترنتی یعنی که یوتیوب فیلم هدایت یعنی که مولای زمانوی را تماشا میکنند. از جانب شما عرض شکایت ها بسیار میشود که برای چه فیلمی علمی مولای زمانوی یعنی که هدایت دیر میبراید. در یک هفته اقلا 2 سری اگر باید بسیار خوب می شود. این فیلم از هوا به یوتیوب نمیاد که شما بشینید تماشا کنید حلاوت بره. همه این زحمت زیاد طلب میکنه. بعضی برادران مهاجر از فدراسیون روسیه با استودیو کاروفیلم که استودیو ما زنگ زدن و خواهش کردن که ما میتونیم یک مبلغ برای شما پیشنهاد کنیم، شما اقلا در یک هفته اقلا 2 قسمت همین فیلم هدایت رو برای ما پیشکش کنید. اگر شما خواهید که فیلم هدایت در یک ماه 2 یا 3 قسمت نیو 8 قسمت برایت، ما برای شما یک پیشنهاد داریم. چه خیلی که به شما معلوم است فیلم هدایت هر روز شنبه میبراید. وقتی که میبرد اون را در یوتیوب مخلصان فیلم هدایت تماشا میکنن. زیاده از 150 170 هزار نفر تماشا میکنن. از اما 150 200 هزار نفری که فیلم هدایت را در سامانه اینترنتی یوتیوب تماشا میکنن، اقلا 50% آنها 40-50 روبلی در صورت حساب ما یا که در یندس کشلاک این رو ما بعدا به شما میگویم اگر گذرانه در یک ماه 8 قسمت فیلم هدایت را میتواند که به ایبا به یک ممنوعیت تماشا میکنند، فقط در یک ماه 40 یا 50 روبل. هموطنان عزیز شما میتوانید که در سامانه من یعنی که تشریف خلیل وارد شوید. اگر با پیشنهاد ما راضی باشید در زیر همین ویدیو لایک روزی کنید، اگر راضی نباشید دیسلایک روزی کنید. ما می‌واسطه ما بفهمیم که شما راضی هستید یا نه. اگر زیاده از 40 یا 50 هزار لایک شود این اقدام را ما براه می‌کنیم. خب هموطنان بیرون از وطن، جای شما در تاجیکستان و در دل ما خالی است. همیشه خداوند نگهبانتون باشه، تنتون بیدار باشه، هر کجایی که باشین پروردگار همیشه نگهبانتون باشه. خب راضی یا راضی نبودن شما را در زیر همین نوار ما می‌بینیم و خلاصه می‌برونیم. بعداً نوار نواتی رو برای شما با پیشکش می‌کنیم. خلاصه در یک ماه 8 قسمت فیلم هدایت برآمدن از شما وابستگی دارد.